سلام. امروز اومدم بهتون قهوه دمی یاد بدم. در واقع قهوه با کمکس و V60 یا V60 که خیلی شبیه به هم دیگن، فقط یه جزئیاتی با هم تفاوت داره که امروز یک دونش رو کامل یاد میگیریم و دفعه بعد با یکی دیگهش قهوه دم میکنیم. حالا قبل از اینکه شروع کنیم به آماده کردن قهوه، من تک تک وسیله هایی که نیاز داریم رو بهتون نشون میدم، کاربردش رو میگم، بعد میریم قهوه رو آماده کنیم. خب با کمکس قرار بود شروع کنیم امروز. این اصلی ترین وسیله‌ایه که نیاز داریم، اسمش کمکسه. سایزهای مختلفی داره که میتونیم تهیهش کنین. این قسمت حالا دهنه است که برای خروجی قهوه است. با یه تیکه چوب نگه داشته شده این قسمت مرکزی، به خاطر اینه که وقتی که خب دستگاه داغه بتونیم با دست راحت استفاده کنیم و قهوه رو بریزیم، که با یک بند این شکلی هم نگه داشته شده. این چوب خیلی حالت کلاسیکی داره. برای تمیز کردنش هم این کامل باز میشه و میشه تمیزش کرد. اما یک مدل دیگه هم داره که من عکسش رو میذارم برای کسایی که حالا خیلی اوکی نیستن با تمیز کردن این که حالا باز و بستش بکنن، میتونن اونو تهیه کنن. این از این. وسیله بعدی که نیاز داریم ترازو، که ترازو خیلی وسیله مهمیه. یعنی این شکلی نباشه که مثلا یه مدت که قهوه رو آماده کردین بعدش بگین خب الان میدونم باید چقدر آب بریزم، چقدر قهوه بریزم. نه، این میزان و تناسب بین قهوه و آب توی کیفیت خروجی قهوه‌ای که بهتون میده خیلی تاثیر داره. پس به نظر من همیشه ترازو رو داشته باشید. حالا این تناسب به چه صورته؟ در واقع تناسب بین قهوه و آب این شکلیه که 100:6، یعنی این حالت اصولیشه. ممکنه که به نسبت کیفیت قهوه به نسبت سلیقه شما متفاوت بشه این عدد، اما رو حالت نرمالش اینه که هر 100 cc آب 6 گرم قهوه. من برای اینکه یک لیوان این شکلی قهوه داشته باشم 18 گرم قهوه رو با 300 cc آب استفاده میکنم، که حالا وقتی که بخوایم قهوه رو آماده کنیم کاملتر توضیح میدم. وسیله بعدی که نیاز داریم این کتریه که خب برای آب جوشمون نیازش داریم. ترازو رو که گفتیم، کمکس رو گفتیم، و فیلتر مخصوص کمکس. یکی از تفاوت‌هایی که V60 با کمکس داره نوع فیلترشونه. در واقع این فیلتریه که برای کمکس V60 استفاده میشه و این که الان من یک دونش رو نشون بدم بهتون برای کمکس استفاده میشه. این در واقع یک فیلتر کاغذیه که اگر که بازش کنیم میبینیم که این شکلی یک مربعه که دوتا تا خورد. و فیلتر رو کلا ممکنه که شکل‌ها و حالا جنس‌های مختلفی داشته باشن، این طراحی‌های جدید، ولی این حالت بیسیکیه که برای کمکس استفاده میشه. حالا به چه شکل روی دستگاه قرار میگیره؟ این قسمتی که لایه‌ها بازن، یک دونه از لایه‌ها رو به یک سمت و 3 لایه دیگر رو به یک سمت به این صورت بازش میکنیم و داخل دستگاه قرار میدیم. حالا این 3 لایه رو میذاریم سمت دهنه، به خاطر اینکه وقتی که آب جوش میریزیم و این فیلتر در واقع فیکس میشه و میچسبه به این بدنه، اگر سمت یک لایه جلوی دهنه باشه امکان داره که این قسمت رو مسدود کنه و کامل چون یک لایه است بچسبه به اینجا و اجازه نده که هوا از اینجا وارد بشه. از سمت 3 لایه رو به سمت دهنه میذاریم. خب موند فقط یک وسیله دیگه که آسیاب قهوه. آسیاب قهوه ممکنه که خیلی مدل‌های مختلفی داشته باشه، حالا برقی یا هر شکل دیگه‌ای، اما این دستیه و حالت بیسیک و سادش اونه خود قهوه، که بهتره که از قهوه یعنی دون قهوه استفاده بکنین و همون لحظه‌ای که نیاز دارین قهوه رو وزن کنین، دون قهوه رو وزن کنین و آسیابش کنین و استفاده کنین. میتونین از قهوه‌ای که خب از قبل پودر شده و آسیاب شده هم استفاده بکنین، ولی خیلی توی طعم و بو و کیفیت خروجی تأثیر داره که شما قهوه رو همون لحظه آسیاب بکنین و استفاده بکنین. به نظرم از دستش ندین و حتما این شکلی استفاده کنین. درجه آسیابش هم در واقع باید شکل دونه های شکر باشه، یعنی نه به نرمی اسپرسو و نه به زبری در واقع درشت بودن قهوه فرنچ پرس. کلا
دماوری قهوه به این شکل یک روند کاملا دستی و نیاز به حوصله داره. پس اگر که این روش رو استفاده میکنین، به نظر من قهوه همون لحظه خودتون آسیاب بکنین، خیلی بهتره. حالا قهوه هایی که من خودم استفاده میکنم رو براتون میذارم که از کیفیتشون راضی بودم، اگه خواستین تهیه کنین. خب این از این. حالا میریم سراغ آماده کردن قهوه. 18 گرم قهوه میخواستیم که میریم وزنش کنیم. میرزیم داخل آسیاب. حالا گفتم هر آسیابی که دارین، اگه از آسیاب دستی استفاده میکنین باید از الان بهتون خسته نباشید بگم. شکل دونه های شکر تقریبا در آسیاب متوسط. اینجا نور افت بهتر دیده میشه. فیلتر رو همونجوری که گفتم میذاریم روی کمکس به این صورت. اول از همه باید ما فیلتر رو کاملا خیسش کنیم با آب. آب حدوداً باید 95 درجه باشه دماش. فیلتر رو خیس میکنیم به خاطر اینکه اول از همه بوی کاغذ رو بگیره تا حدودی و بعدم اینکه فیلتر فیکس بشه و کاملا جا بگیره و کمکس رو برامون گرم بکنه. یه تکون این شکلی هم میدیم بهش که بدن رو کامل گرم کنه و آب داخلش رو خالی میکنیم. خب حالا قهوه‌ای که آسیاب کردیم رو میریزیم داخل فیلتر. دستگاه رو این شکلی تکون میدیم که سطح قهوه‌مون صاف بشه. شاید دیده باشیم بعضی‌ها یه وسیله‌ای سطح قهوه رو مخروطی بازش میکنن. خیلی فرقی نداره حالا مخروطی باشه یا سطحش صاف باشه، مسئله‌ای نیست. الان ما باید با 2 برابر وزن قهوه‌ای که داشتیم آب اضافه بکنیم. یعنی من 18 گرم قهوه داشتم، باید بهش 36 گرم، حالا یا تا 40 گرم آب رو اضافه بکنم روی سطح قهوه و بهش 30 ثانیه زمان بدم. به این مرحله میگن مرحله بلومینگ یا شکوفه زدن که CO2 از قهوه خارج میشه و باید سعی کنم که با همه این 40 گرم، حالا هر چقدر که قهوه‌تون هست با همون 2 برابرش، کل سطح قهوه رو کامل خیس بکنم. یه مسئله دیگه اینه که خیلی آب رو سنگین و با فشار وارد نکنین و برعکس انقدر آروم این کارو نکنین که آب وسطش قطع بشه، تیکه تیکه آب ریخته بشه روی سطح قهوه. خیلی آروم و یک نواخت به صورت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد آب رو این شکلی اضافه میکنیم روی سطح قهوه که اینجا باید بهش 30 ثانیه الان زمان بدیم تا اون شکوفه زدن در واقع اتفاق بیفته. 30 ثانیه که گذشت ما بقیه آب رو طی 2 یا 3 مرحله اضافه میکنیم. من الان 110 تای دیگر رو اضافه میکنم، 1.5 دقیقه بهش زمان میدم و بعد میرم 150 تای باقی مونده رو اضافه کنم. خیلی هم به دیواره های فیلتر سعی کنین که آب نریزین. همین شکلی از مرکز بریم به دور، دوباره برگردین به مرکز. 1.5 دقیقه که گذشت بقیه آب در واقع 150 تای دیگر رو اضافه میکنیم. کلاً 3 مرحله باید آب اضافه بشه که این مرحله آخرشه. اینجا دیگه بهش زمان میدیم که عصاره گیری کامل تموم بشه. حدود 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم طول میکشه. فیلتر رو هم بعضیا قبل از اینکه عصاره گیری کامل تموم بشه از روی دستگاه برمیدارن، به خاطر اینکه میگن اون تلخی رو در واقع کامل وارد قهوه نکنیم که این سلیقه‌ای کاملا. حالا ما تموم شده کارمون باهاش و فیلتر رو برداریم از روی دستگاه. تکون اینجوری بهش میدیم و نوش جونتون درست کنین و لذتش رو ببرین. شلوغ تابول خوردیم. 18 گرم قهوه و به نسبتش 600 گرم آب. ببخشید 300. خول شدم دیگه. این قهوه نباشه ولی درست کنین. هر هر هر. زوی من